تا حالا شده یه داستانی بشنوین که اینقدر عجیب غریب باشه که با خودتون بگین نه، این دیگه واقعا افسانه است؟ امروز میخوایم با هم ماجرای واقعی مردی رو مرور کنیم که یکی از جسورانه ترین و خلاقانه ترین کلاهبرداری‌های تاریخ رو انجام داد. آخه چطور ممکنه؟ یعنی چجوری میشه یه نفر یه ساختمون دولتی رو، اونم نه هر ساختمونی، یه بنای ملی رو برداره بفروشه، انگار که مثلا نمیدونم خونه شخصیشه؟ این دقیقاً سوال اصلی داستان امروزمونه. خب پس بزنیم بریم سر اصل مطلب. ماجرای شگفت‌انگیز فروش کاخ دادگستری تهران. فکرشو بکنین، ایران قبل از انقلاب. یه آقایی پیدا میشه و یه کاری میکنه که اصلاً تو کت هیچ کس نمیره. اون موفق میشه نه تنها خریدار پیدا کنه، بلکه اونها رو کاملاً قانع کنه که کاخ دادگستری با شکوه تهران برای فروش گذاشته شده و البته صاحبش هم خودشه. اما آخه کی میتونه همچین نقشه جسورانه‌ای رو بکشه و اجرا کنه؟ بیاین با مردی آشنا بشیم که بعضی‌ها بهش لقب باهوش‌ترین کلاهبردار دنیا رو دادن. اسمش مهدی بلیغ بود. اسمی که واقعاً تو تاریخ کلاهبرداری‌های بزرگ خودش یه پا افسانه است. ببینید، بلیغ یک کلاهبردار معمولی خرده‌پا نبود اصلاً. طرف متولد حدودای سال 1304 بود و مهمتر از همه به 2 زبان زنده دنیا، عربی و انگلیسی، کاملاً مسلط بود. همین مهارتش کلید موفقیتش تو کلاهبرداری بین‌المللیش بود. تازه سابقه کلاهبرداری هم داشت و تو زندان اونقدر وارد بود که به بقیه زندانیان مشاوره حقوقی میداد. یعنی قشنگ مشخص بود که این کار است. خب با این رزومه‌ای که ازش دیدیم، بریم ببینیم شاهکارش، یعنی معروف‌ترین نقشش چی بود و چجوری اجراش کرد. ببینید فرصت چجوری براش جور شد. 2 تاجر خارجی میان ایران و دنبال خرید یه هتل خیلی بزرگ بودن. بلیغ هم که انگار منتظر همین فرصت بود، باهاشون قرار میذاره و یه پیشنهاد خیلی ساده ولی به شدت وسوسه انگیز بهشون میده. آقا، من یه هتل خیلی بزرگ تو بهترین جای تهران دارم که خوراک کار شماست. و خب تومه قلاب رو گرفت. و اینجاست که دیگه آدم میمونه به نبوغش بخنده یا از جسارتش شاخ در بیاره. اون هتلی که بلیغ داشت ازش حرف میزد هیچی نبود جز کاخ دادگستری تهران. یه ساختمون دولتی کاملا فعال. یعنی جرأت رو فقط ببینید. خب سوال اینه، چجوری تونست این 2 تاجر رو قانع کنه که یه دادگاه شلوغ، یه هتل فولبوکه؟ همه چیز به یه ترفند خیلی خیلی هوشمندانه و در عین حال به طرز خنده‌داری ساده برمیگشت. نقشش رو ببینید، واقعاً یه کلاس درس فریبکاریه. قدم اول، یه جوری سردار کاخ دادگستری رو راضی میکنه که کل ساختمون رو برای 2 ساعت بهش اجاره بده. قدم دوم، میره وسایل مورد نیازش رو میخره. 100 جفت دمپایی ساده. قدم سوم، خیلی با حوصله جلوی در اتاق هر قاضی یه جفت از این دمپایی‌ها رو میذاره و قدم آخر، خیلی شیک و مجلسی، خریدارها رو دعوت میکنه تا از هتل کاملا پر ایشون بازدید کنن. و قسمت نابغی ماجرا همینجا بود. وقتی تاجرها میخواستن اتاقها رو از داخل ببینن، بلیغ خیلی خونسرد به دمپایه‌ها اشاره میکنه و میگه ببینید این دمپایه‌ها یعنی همه اتاقهای ما پر از مهمونه. ترفندش انقدر ساده و تصویری بود که اون بیچاره‌ها اصلا به عقلشون هم نرسید شک کنن. خب کلاهبرداری که با موفقیت تموم شد، ولی داستان اینجا تموم نمیشه. بعدش چی شد؟ بریم سراغ فرار بزرگ و قسمت پایانی این داستان بی‌نظیر. تاجرها اونقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودن که همون روز یه مبلغ خیلی سنگین، یعنی 50% کل پول معامله رو به صورت نقد به عنوان پیش پرداخت به بلیغ دادن. فرارش مثل خود نقشش سریع و بی‌نقص بود. همون روز پول نقد رو میگیره، همون شب بلیت یه پرواز مستقیم به مصر رو میگیره و تمام. فردای اون روز وقتی تاجرها با کلی ذوق و شوق برمیگردن به هتلشون، بلیغ دیگه هزاران کیلومتر اونورتر بود و اونها خودشون رو وسط یه دادگاه شلوغ و پلوغ تنها دیدن. و نکته جالبش اینه که فرار کرد و کسی هم نتونست بگیرتش. بلیغ سالهای سال با پولی که به جیب زده بود تو مصر برای خودش زندگی کرد و اون 2 تاجر، خب برای اونها هیچی نمونده بود جز یه داستان باور نکردنی برای تعریف کردن، داستانی از روزی که نزدیک بود کاخ دادگستری تهران رو بخرن. و همه اینها ما رو میرسونه به یه سوال آخر.
مهدی بلیغ واقعاً کی بود؟ یک کلاهبردار صرفاً تبهکار یا